به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در زمینه پزشکی و جلد دوم کتاب آقای دکتر ابوالفضل اقوامی در زمینه سرطان رو شروع میکنم. تغذیه و فعالیت بدنی در سرطان، راهنمای نوع غذا، میزان فعالیت ورزشی و مکمل‌های غذایی مناسب. این کتاب توسط نشر مرندیس در سال 1390 در مشهد چاپ شده که ابتدا نوشته پشت جلد کتاب رو برای شما میخونم و سپس با هم این کتاب رو شروع میکنم. با من همراه باشید. بعد از تشخیص سرطان، بهبود یافتگان در میابند که حتی برای ساده ترین پرسش هایشان چندان پاسخ روشنی وجود ندارد. پرسش های از این قبیل که آیا باید آنچه را میخورم تغییر دهم؟ آیا باید وزنم را کم کنم؟ آیا باید ویتامین مصرف کنم؟ بهبود یافتگان از سرطان انبوهی از توصیه ها را از منابع مختلف دریافت می کنند که چه غذایی را بخورند و از چه غذایی پرهیز کنند، چگونه ورزش کنند و چه نوع مکمل‌ها یا داروهای گیاهی را مصرف کنند. و متاسفانه توصیه‌ها غالباً با یکدیگر مغایرند. این نوشته هم برای دستاندرکاران سلامت مبتلایان به سرطان است و هم می‌تواند به طور مستقیم توسط خود بیمار و نیز بستگان او مورد استفاده قرار بگیرد. اما این کتاب رو تقدیم به بیماران مبتلا به سرطان و به همراه و همپای این بیماران که با او درد میکشند، با او بیخوابند و اگر او در خواب بیدارند، ولی برخلاف او نه یک بار که 100 بار میمیرند و زنده میشوند. فهرست عناوین شامل پیشگفتار، بخش اول تغذیه و فعالیت بدنی در دوره‌های مختلف بهبود یافتگی، بخش دوم موضوعات انتخابی در تغذیه و فعالیت بدنی برای بهبود یافتگان از سرطان، بخش سوم اطلاعاتی در مورد برخی سرطان‌های خاص و بخش چهارم سوالات شایع درباره رژیم غذایی، فعالیت‌های بدنی و دوره بهبود. اما پیشگفتار: بهبود یافتگان از سرطان اغلب برای بهتر شدن نتایج درمان، کیفیت زندگی و ادامه حیاتشان در جستجوی اطلاعاتی در مورد نوع غذا، میزان فعالیت ورزشی و مکمل‌های غذایی مناسب برای خود هستند. برای دستیابی به چنین اطلاعاتی، انجمن امریکایی سرطان گروهی از خبرگان و متخصصین تغذیه، ورزش و سرطان را گرد هم آورده تا بهترین شواهد و تجارب علمی و بالینی را در زمینه تغذیه و فعالیت‌های بدنی مناسب برای مبتلایان به سرطان ارزیابی کنند. این گزارش ضمن خلاصه کردن یافته‌های آن در صدد ارائه بهترین اطلاعات ممکن به دستاندرکاران امر سلامت است تا بتوانند بهبود یافتگان از سرطان و خانواده‌های آنان را از متناسب‌ترین گزینه‌های مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنی آگاه کنند. این گزارش مسائل مربوط به تغذیه و فعالیت‌های بدنی را در مراحل درمان، بهبود سرطان، زندگی پس از بهبودی و زندگی با سرطان پیشرفته بررسی می‌کند. انتخاب معیارهای تغذیه و فعالیت بدنی، وزن بدن، نوع و سلامت غذا را بررسی می‌کند و نیز به بررسی مسائل مربوط به انتخاب پایگاه‌های سرطان و پرسش‌های متداول در مورد رژیم غذایی، فعالیت بدنی و سرطان خواهد پرداخت. در امریکا بهبود یافتگان سرطان بیش از 10 میلیون نفرند. کسانی که به بیماری سرطان مبتلا می‌شوند از زمان تشخیص تا پایان عمر بهبود یافته از سرطان به شمار می‌آیند. بسیاری از این بهبود یافتگان به دنبال اطلاعاتی هستند در مورد انتخاب‌های غذایی، فعالیت بدنی،
مکمل‌های غذایی و درمان‌های تغذیه‌ای تکمیلی تا ضمن بهتر کردن پاسخ‌های درمانی و بهبود سریع، کاهش خطر عود و ارتقای کیفیت زندگیشان نیز حاصل شود. نیازهای تغذیه‌ای برای بسیاری از اشخاص در طول مراحل درمان سرطان تغییر می‌کند. اگرچه بسیاری از بهبود یافتگان با سرطان فعال و یا پیشرفته زندگی می‌کنند، تعداد فزاینده‌ای از بیماران هستند که به مدت طولانی و بدون سرطان زندگی می‌کنند. در امریکا 65% مبتلایان به سرطان بیش از 5 سال زندگی می‌کنند. نیاز به انتخاب آگاهانه روش زندگی هنگامی برای بهبود یافتگان سرطان حائز اهمیت می‌گردد که مشتاق تکمیل موفق درمان و در جستجوی بهترین راهبرد برای بهبود پس از درمان و افزایش بازده درازمدت باشند. برای بهبود یافتگان از سرطانی که امید می‌رود طول عمر زیادی داشته باشند، وزن مناسب، رژیم غذایی سالم و روش زندگی فعال از نظر بدنی با هدف جلوگیری از بازگشت بیماری و نیز سرطان‌های اولیه دوم و سایر بیماری‌های مزمن باید در اولویت قرار گیرد. برای برخی از مبتلایان به سرطان پیشرفته، برطرف کردن نیازهای غذایی به چالش ویژه تبدیل می‌شود. بعد از تشخیص سرطان، بهبود یافتگان در می‌یابند که حتی برای ساده‌ترین پرسش‌هایشان چندان پاسخ روشنی وجود ندارد. این گزارش اطلاعات را در 4 بخش ارائه می‌کند. بخش نخست، معیارهای تغذیه و فعالیت بدنی را در مراحل مختلف درمان، نقاهت و زندگی پس از فراغت از درمان و در زندگی با سرطان پیشرفته شرح می‌دهد. بخش دوم، در مورد موضوعات انتخابی در زمینه تغذیه و فعالیت بدنی از قبیل وزن بدن، انتخاب غذا، الکل، سلامت غذا و فعالیت بدنی و ورزش بحث می‌کند. بخش سوم شامل اطلاعاتی در مورد برخی از سرطان‌های خاص مثل پستان، روده بزرگ، خون، ریه، پروستات، سر و گردن و دستگاه گوارش فوقانی میباشد و بخش چهارم شامل پرسش‌های متداول در مورد رژیم غذایی، فعالیت بدنی و بهبود و سرطان است. این مسئله هم برای دستاندرکاران امر سلامت و هم برای بهبود یافتگان از سرطان بسیار مهم است که نوع تغذیه و فعالیت بدنی ویژه هر فرد بیمار را با توجه به وضعیت کلی سلامت او انتخاب کند. این گزارش در پی تحمیل آن نیست که تغذیه و فعالیت بدنی بسیار مهمتر از سایر اقدامات بالینی و یا شیوه‌های خویشیار یا سلف کیر است. به عنوان مثال، اگرچه ما برای افراد مبتلا به تهوع و یا خستگی راهکارهای تغذیه‌ای را پیشنهاد می‌کنیم، به این نکته نیز توجه داریم که شاید سایر اقدامات و تدبیرهای پزشکی در کنترل این علائم بسیار مهمتر باشند. در نوشتن این گزارش و پیشنهادات فرض را بر این گذاشتیم که بهبود یافتگان درمانهای لازم و مناسب پزشکی را دریافت کرده و از مراقبت‌های حمایتی کافی برخوردارند و در جستجوی اطلاعاتی هستند که در زمینه مراقبت از خود، کاهش علائم بعدی، افزایش سلامت و بهبود کیفیت زندگی آنها را یاری کند. در پایان بر خود لازم می‌دارم از آقای ناصر غفاری و سرکار خانم پریسا خسروی که در ویراستاری متن کمک نمودند تشکر کنم. خب، من از بخش 4 کتاب که سوالات شایع درباره رژیم غذایی، فعالیت‌های بدنی و دوره بهبود هستش شروع می‌کنم به خوندن. بهبود یافتگان از سرطان اغلب خواستار اطلاعات و توصیه‌هایی درباره انتخاب غذا، فعالیت بدنی و مکمل‌های غذایی از دستاندرکاران امر سلامت، پزشکان، پرستاران، پرسنل بهداشتی و متخصصین سرطان هستند تا باعث بهبود کیفیت زندگی و طول عمرشان شود. متخصصین سلامتی که مورد مشاوره قرار می‌گیرند باید حتما این نکته را به بیماران گوش زد و تأکید کنند که هیچ مطالعه‌ای نمی‌تواند
در یک موضوع حرف آخر را بزنم. به ندرت تنها بر اساس یک بررسی منفرد یا یک گزارش خبری رژیم غذایی و فعالیت بدنی را تغییر می‌دهد. پرسش‌ها و پاسخ‌های زیر مواردی است که ذهن اکثر بهبود یافتگان را مورد رژیم غذایی و فعالیت بدنی به خود مشغول کرده یا می‌کند. آنتی‌اکسیدان‌ها چه ارتباطی با سرطان دارند و با آن چه می‌کنند؟ آنتی‌اکسیدان‌ها به طور طبیعی اشکال مختلفی دارند و از آسیب اکسیداتیو به بافت‌ها جلوگیری می‌کنند. از آنجا که آسیب اکسیداتیو ممکن است در ایجاد سرطان نقش مهمی داشته باشد، مدت‌ها تصور می‌شود که احتمالاً آنتی‌اکسیدان‌ها در پیشگیری از سرطان مؤثرند. مطالعات نشان می‌دهد افرادی که میوه‌ها و سبزیجات را که منبع سرشار آنتی‌اکسیدان‌ها هستند، ویتامین C، ویتامین E، کاروتنوئیدها و بسیاری از مواد فعال زیستی یا فیتوکمیکال‌ها بیشتر مصرف می‌کنند، ممکن است کمتر در معرض ابتلا به برخی از انواع سرطان قرار گیرند. از آنجا که احتمال ابتلا به سرطان مجدد از نوع جدید هم در بهبود یافتگان سرطان بیشتر است، باید به مصرف روزانه بیشتر این غذاهای سرشار از آنتی‌اکسیدان تشویق شوند. به هر حال مطالعات بالینی در خصوص مکمل‌های حاوی ویتامین و مواد مغذی تاکنون کاهش را در زمینه احتمال بروز سرطان نشان نداده است. بهترین توصیه در حال حاضر مصرف آنتی‌اکسیدان‌ها از منابع غذایی طبیعی به جای مکمل‌های غذایی است. آیا مصرف مکمل‌های حاوی آنتی‌اکسیدان در ضمن درمان سرطان بی‌خطر است؟ بسیاری از مکمل‌های غذایی حاوی مقداری آنتی‌اکسیدان هستند، مثل ویتامین C و E، که این مقدار اصولاً بیش از مقادیر توصیه شده روزانه برای افراد سالم است. در حال حاضر اغلب متخصصین سرطان مخالف مصرف بیشتر مکمل‌های با فعالیت آنتی‌اکسیدان در ضمن شیمی درمانی یا رادیوتراپی هستند، زیرا معتقدند آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند آسیب اکسیداتیو سلولی را در سلول‌های سرطانی ترمیم کنند و در تأثیر درمان خلل وارد کنند. با این حال عده دیگری از متخصصین معتقدند که این امر فرضیه‌ای بیش نیست و آنتی‌اکسیدان‌ها به طور کلی برای حفظ سلول‌های سالم از آسیب و عوارض ناشی از این گونه درمان‌ها حتما ضروری هستند. اینکه آنتی‌اکسیدان‌ها و سایر مکمل‌های غذایی به طور اختصاصی در طی شیمی درمانی یا رادیوتراپی مضر هستند یا مفید پرسش مهمی است که تاکنون پاسخ روشنی بدان داده نشده است و تا روشن شدن این عدم قطعیت و پرسش‌ها عاقلانه‌تر این است که در حال شیمی درمانی یا رادیوتراپی از مصرف مکمل‌های غذایی بیش از میزان توصیه شده به خصوص در مورد ویتامین‌های با اثر آنتی‌اکسیدان اجتناب کنند. چربی. آیا کم کردن مصرف چربی توتال یا تام باعث کم شدن خطر بازگشت بیماری یا افزایش طول عمر بیمار می شود؟ برای بررسی ارتباط میان مصرف چربی و طول عمر بعد از تشخیص سرطان پستان، مطالعات بسیاری صورت گرفته که نتایج متناقضی داشتند. نتایج مقدماتی یک بررسی وسیع در زمینه بهبود یافتگان از سرطان پستان که در مراحل اولیه بوده‌اند نشان داده است که رژیم کم‌چربی می‌تواند خطر بازگشت بیماری را به خصوص در زنانی که از نظر گیرنده استروژن منفی هستند کاهش دهد. توجه به این نکته مهم است که گرچه شواهد متقنا مبنی بر تأثیر مصرف چربی بر عواقب سرطان وجود ندارد، رژیم‌های پرچرب کالری بیشتری دارند و می‌توانند در بروز چاقی مؤثر باشند. چاقی باعث افزایش شروع سرطان در بسیاری از نقاط بدن، افزایش خطر بازگشت بیماری و کاهش طول عمر بیماران در بسیاری از سرطان‌های مختلف می‌شود. آیا انواع مختلف چربی بر شیوع سرطان و طول عمر بیماران مبتلا به سرطان تأثیر دارند؟
شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد انواع بخصوصی از چربی‌ها مثل چربی‌های اشباع شده ممکن است بر افزایش احتمال بروز سرطان مؤثر باشد، در حالی که سایر انواع چربی‌ها، اسیدهای چرب امگا 3 که بیش از همه در ماهی‌ها وجود دارند، اسیدهای چرب اشباع نشده نوع مونو که در روغن زیتون و روغن کانولا یافت می‌شود و اسیدهای چرب اشباع نشده نوع پلی می‌توانند احتمال بروز سرطان را کاهش دهند. در یک بررسی مصرف چربی اشباع شده ارتباط معکوسی با طول عمر در سرطان پروستات داشته و در بررسی دیگر مصرف چربی اشباع نشده نوع مونو با خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات ارتباط معکوس داشته است. به علاوه مصرف بیش از حد چربی اشباع شده عامل خطر شناخته شده‌ای برای بیماران قلبی یا عروقی شمرده می شود که این خود نیز عامل مهمی است در مرگ و میر عموم افراد و نیز بهبود یافتگان از سرطان. بنابراین مصرف چربی اشباع شده بیشتر برابر است با طول عمر کمتر و مرگ و میر بیشتر و مصرف چربی اشباع نشده بیشتر برابر است با طول عمر بیشتر و مرگ و میر کمتر. مصرف چربی‌های ترانس اگرچه عوارض قلبی عروقی مثل بالا رفتن کلسترول خون را به همراه دارد، رابطه میان مصرف این نوع چربی‌ها با شیوع سرطان یا طول عمر مشخص و قطعی نیست. بهبود یافتگان به خصوص آنها که بیشتر در معرض بیماری قلبی و عروقی قرار دارند، تا حد ممکن باید از مصرف چربی‌های ترانس پرهیز کنند. منابع اصلی چربی‌های ترانس عبارتند از مارگارین‌ها و غذاهای آماده فست فود که حاوی روغن‌های هیدروژنه فراوان هستند. اما فیبرها، آیا رژیم‌های فیبردار از بروز سرطان جلوگیری می‌کنند و یا طول عمر را افزایش می‌دهند؟ فیبرهای غذایی شامل طیف وسیع از کربوهیدرات‌های گیاهی هستند که برای انسان قابل هضم نیستند. طبقه بندی اختصاصی فیبرها عبارتند از فیبرهای محلول مثل سبوس جو، فیبرهای نامحلول مثل سلولز و سبوس گندم. فیبرهای محلول با کم کردن میزان کلسترول خون باعث کم شدن خطر بیماری‌های عروقی قلبی می‌شوند. فیبرها همچنین باعث بهتر شدن عمل روده‌ها می‌شوند. منابع خوب فیبرها عبارتند از حبوبات، سبزیجات، جو سبوسدار و میوه‌ها. ارتباط بین مصرف فیبر و شیوع سرطان ضعیف است، ولی مصرف این غذاها به خاطر سایر مواد مغذی موجود در آنها که باعث کاهش احتمال بروز سرطان می شود و نیز فواید دیگری مثل کاهش احتمال خطر بیماری‌های عروق قلب باز هم توصیه می شود. اما سلامت غذا، آیا برای افرادی که تحت درمان سرطان قرار گرفتند احتیاطات خاص غذایی وجود دارد؟ عفونت در بهبود یافتگان از سرطان اهمیت ویژه‌ای دارد، به خصوص در درمان سرطان با داروهای خاص که در سیستم ایمنی اختلال ایجاد می‌کند. در چنین درمان‌هایی بهبود یافتگان باید از خوردن غذاهای ناسالم و احتمالاً حاوی میکروب‌های فراوان خودداری کنند. اقدامات عمومی بهداشت، تغذیه و سلامت غذا مثل شستن دست‌ها قبل از غذا خوردن، شستشوی کامل سبزیجات و میوه و نگهداری غذاها در درجه حرارت مناسب باید توصیه شود و بهبود یافتگان حتما باید در مورد سلامت غذا راهنمایی شود. گوشت، پخت و نگهداری. آیا از مصرف گوشت اجتناب کنیم؟ بسیاری از بررسی‌ها نشان دادند که مصرف بیش از حد گوشت قرمز و گوشت‌های فرآوری شده با افزایش خطر بروز سرطان‌های معده، پروستات و روده بزرگ همراه است. برخی از تحقیقات نشان دادند که پختن، کباب کردن و سرخ کردن گوشت با درجه حرارت بسیار بالا باعث آزاد شدن مواد شیمیایی می شود و این امر شیوع برخی سرطان‌ها را افزایش می دهد. به این دلایل است که انجمن‌های سرطان برای پیشگیری از بروز سرطان توصیه می کنند که مصرف گوشت‌های قرمز
و فرآوری شده محدود گردد. در مورد اثر مصرف گوشت‌های فرآوری شده و گوشت‌های پخته شده با حرارت‌های خیلی بالا و یا مصرف گوشت به طور کلی بر بازگشت یا پیشرفت سرطان هنوز مدرک متقنا در دست نیست. چاقی. آیا افزایش وزن خطر بازگشت سرطان و بروز سرطان اولیه جدید در سایر نقاط بدن را افزایش می‌دهد؟ مدارک و شواهد روزافزونی نشان می‌دهد که افزایش وزن احتمال بازگشت سرطان را افزایش داده و طول عمر را در بسیاری از سرطان‌ها کاهش می‌دهد. افزایش وزن بدن باعث یا افزایش میزان مرگ و میر در همه سرطان‌ها و نیز افزایش شیوع سرطان در سایر نقاط بدن مثل معده، روده بزرگ، کولون و رکتوم، کبد، کیسه صفرا، لوزالمعده، کلیه، لنفوم غیر هوشیکینی و میلوم متعدد و نیز سرطان‌های معده و پروستات در مردان و پستان، رحم، سرویکس و تخمدان در زنان شده است. به علت اثرات ثابت شده کاهش وزن بر سلامتی، افراد چاق را باید تشویق کرده تا ابتدا روند افزایش وزن را متوقف کنند و سپس به کم کردن آهسته وزن و جلوگیری از افزایش مجدد آن بپردازند. پرهیز از چاق شدن در دوره بلوغ نه تنها برای کم کردن شیوع سرطان و خطر بازگشت آن، بلکه برای کم کردن خطر سایر بیماری‌های مزمن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اما غذاهای طبیعی. آیا غذاهایی که برچسب ارگانیک یا طبیعی دارند برای بهبود یافتگان سرطان توصیه می‌شوند؟ عبارت ارگانیک یا طبیعی ابتدا برای غذاهای گیاهی مورد استفاده قرار می‌گرفت که بدون مواد شیمیایی ضد آفت و بدون دخالت ژنتیک رشد می‌کردند و یا گوشت‌ها، ماکیان، تخم مرغ‌ها و محصولات لبنی به دست آمده از حیواناتی که بدون هورمون‌های رشد و آنتیبیوتیک رشد کردند. استفاده از کلمه ارگانیک یا طبیعی بر روی برچسب‌ها و بسته‌بندی غذاها توسط وزارت کشاورزی امریکا ابداع و صورت گرفت. امروزه اکثرا تصور می شود که غذاهای ارگانیک سالم‌ترند، زیرا در معرض مواد شیمیایی ضد آفت‌های کشاورزی قرار نگرفتند. همچنین گفته می شود که ممکن است ترکیب مواد مغذی این غذاهای طبیعی از نمونه‌های غیر طبیعی مشابه بهتر باشد. با این حال هنوز مشخص نیست که مصرف غذاهای طبیعی دارای منفعت بیشتری باشد. در حال حاضر هیچ بررسی فراگیر انسانی وجود ندارد که نشان دهد این غذاها در کاهش شیوع، بازگشت یا پیشرفت سرطان موثرتر از غذاهای مشابه غیر ارگانیک و غذاهایی باشند که با روش‌های کشاورزی دیگری تولید شده‌اند. فعالیت فیزیکی. آیا در طول درمان سرطان و در دوره پس از آن نکاحت باید ورزش کنیم؟ مطالعات انجام شده قویاً مؤید این است که ورزش کردن نه تنها در ضمن درمان سرطان امکان پذیر و بی خطر است، بلکه می تواند جنبه‌های مختلف کیفیت زندگی را بهبود بخشد. فعالیت‌ها و ورزش‌های با شدت متوسط می تواند ضعف، نگرانی و اعتماد به نفس را بهتر کرده، همچنین وضعیت قلبی عروقی و قوای عضلانی را بهبود بخشد. افرادی که در حال شیمی درمانی یا رادیوتراپی هستند و قبلا ورزش می‌کردند شاید لازم باشد ورزش را با شدت کمتری پیگیری کنند و با سرعت کمی آن را افزایش دهند. آیا تدابیر خاصی وجود دارد که بهبود یافتگان باید مورد توجه قرار دهند؟ موارد خاصی وجود دارد که توانایی ورزش کردن را در بهبود یافتگان سرطان کاهش می‌دهد یا به طور کلی ورزش را برای آنها ممنوع می‌کند. برخی از اثرات درمان هم ممکن است خطر عوارض جانبی و آسیب‌های مربوط به ورزش را در بیماران افزایش دهد. به عنوان مثال، بهبود یافتگان مبتلا به کمخونی شدید باید فعالیت ورزشی را تا بعد از برطرف شدن کمخونی به تعویق بیاندازند.
یا مبتلایان به اختلال در دستگاه ایمنی باید از حضور در مجامع عمومی خودداری کنند تا زمانی که میزان گلوبول‌های سفید خونشان به میزان طبیعی و ایمن برسد. بهبود یافتگانی که رادیوتراپی شده‌اند باید از رفتن به استخر خودداری کنند، زیرا کلور موجود در آب باعث تحریک پوست ناحیه رادیوتراپی شده می شود. در کسانی که قبل از تشخیص سرطان از کار افتاده و بی‌تحرک بودند، باید فعالیت‌های سبک را شروع کنند و به تدریج افزایش دهند. اشخاص مسن‌تر و آنان که بیماری استخوانی به علت متاستازهای استخوانی یا به علت پوکی استخوان شدید یا اختلالات شدیدی مثل آرتریت، تورم مفاصل یا نوروپاتی محیطی دارند، باید به دقت تحت نظر باشند تا از سقوط و آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود. آیا با ورزش معمولی می‌توان احتمال بازگشت سرطان را کاهش داد؟ اینکه ورزش احتمال بازگشت سرطان را کاهش دهد یا بتواند رشد سرطان را کند کند هنوز روشن نشده است. با این حال افزایش وزن و چاقی با افزایش شیوع بسیاری از سرطان‌ها و نیز احتمال بازگشت برخی از سرطان‌ها همراه بوده است. فعالیت بدنی در کاهش وزن و رسیدن به وزن مطلوب و نیز حفظ آن نقش کلیدی دارد. علاوه بر این فعالیت بدنی از بیماری قلبی عروقی، دیابت و پوکی استخوان جلوگیری می‌کند. بنابراین بایستی بهبود یافتگان را تشویق کرد تا زندگی فعال و پرتحرکی داشته باشند. فیتوکمیکال‌ها یا مواد فعال زیستی. فیتوکمیکال‌ها چه هستند و یا احتمال بروز سرطان را کاهش می‌دهند؟ فیتوکمیکال‌ها به طیف وسیع از ترکیباتی اطلاق می‌گردد که توسط گیاهان تولید می‌شوند. برخی از آنها تأثیرات آنتی اکسیدانی و یا شبه هورمونی دارند و بر گیاهان و نیز بر کسانی که این گیاهان را می‌خورند این اثرات را اعمال می‌کنند. مطالعات انجام شده در زمینه اثرات فیتوکمیکال‌ها بر پیشرفت یا بازگشت سرطان نتایج متناقضی داشتند. از آنجا که مصرف میوه‌ها و سبزیجات شیوع برخی از انواع سرطان را کاهش می‌دهد، متخصصین به دنبال ماده‌ای هستند که ممکن است عامل اصلی این اثرات مفید باشند. مدرکی وجود ندارد که نشان دهد مصرف فیتوکمیکال‌ها به عنوان مکمل بتواند به اندازه مصرف میوه‌ها و سبزی‌ها، غلات و حبوبات که خود از آنها استخراج گردیده‌اند سودمند باشد. سویا و فرآورده‌های آن. آیا غذای تهیه شده از سویا در رژیم غذایی بهبود یافتگان توصیه می شود؟ غذاهای مشتق از سویا منبع بسیار عالی پروتئین بوده و جایگزین خوبی برای گوشت محسوب می شوند. سویا حاوی فیتوکمیکال‌های متعددی است که برخی از آنها اثرات استروژنی ضعیفی داشته و در مطالعات حیوانی چنین به نظر می رسد که از سرطان‌های وابسته به هورمون پیشگیری می کنند. سایر ترکیبات خواص آنتی اکسیدان داشته و مهار کننده آنزیم پروتئاز هستند. مردم و پزشکان تمایل زیادی دارند که غذاهای حاوی سویا را در پیشگیری از سرطان به طور عام و سرطان پستان به طور اخص مؤثر بدانند. گرچه مدارک علمی موجود برای اثبات این امر از انسجام کافی برخوردار نیست. قند. آیا قند سرطان را تغذیه می‌کند؟ خیر. مصرف قند احتمال بروز سرطان یا پیشرفت آن را به طور مستقیم افزایش نمی‌دهد. ولی به هر حال قندها شامل عسل، شکر خام، شکر قهوه‌ای، شربت ذرت، حاوی فرکتوز فراوان و ملاس و آشامیدنی‌هایی که منبع اصلی این قندها هستند، مثل نوشابه‌های ملایم و نوشابه‌های با طعم میوه مقدار زیادی کالری را به رژیم غذایی اضافه می‌کنند و بنابراین باعث افزایش وزن می‌شوند که اثرات نامطلوبی بر همه جنبه‌های سرطان دارد. به علاوه اغلب غذاها و آشامیدنی‌های دارای قند بالا چندان مغذی نیستند و جلوی اشتها را هم می‌گیرند. بنابراین محدود کردن مصرف قند همیشه توصیه می‌شود. و دیگه وقت به من اجازه نمیده که بیش از این رو برای شما بخونم تا جایی که فکر میکنم
تونستم فصل 4 رو کامل برای شما خوندم و یک جلد دیگه از این کتاب باقی مونده. امیدوارم که با من همراه باشید و جلد سوم را هم گوش کنید. از اینکه با من بودید سپاسگزارم. تا ویس بعدی، خدا نگهدارتون.